می‌کنیم خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه و همه عزیزانی که در آینده این جلسه رو به صورت آرشیو مشاهده خواهند کرد. در خدمت شما هستیم از کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. امروز پنجشنبه 30 ژانویه 2025 در ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز در خدمت همکار عزیزمون جناب آقای امیر پالوانه فعال حقوق بشر هستیم با موضوع کودکان معلول در ایران. خب به هر حال موضوع مهمیه که معمولا هم بهش کم پرداخته میشه، اما به دلیل نقص‌ها و بی‌توجهی‌های زیادی که در ایران وجود داره لازمه که در جهت آگاهی رسانی و حتی دفاع از حقوق کودکان معلول به این موضوع پرداخته بشه که اصلا خب به هر حال معلولین هم مثل بقیه تمام انسان‌ها داره حق و حقوقاتی هستن که حالا سخنان موارد بیشتر رو از زبان خود آقای پالوانه گوش میدیم. جناب آقای پالوانه در خدمتتون. خواهش می‌کنم. مجددا عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه همکاران و همراهان عزیز. به هر حال بحث خب کودکان شد و حالا صحبت بیشتر بحث من صحبت کودکان در ایران هست. خب کودکان سالم در ایران خودشون الان معضلات و مشکلاتی دارن، چه برسه به اینکه حالا شخصی یک معلولیتی داشته باشه و حالا میتونه اون معلولیت مادرزادی باشه یا در طی زندگی براش ایجاد شده باشه. قطعاً مشکلاتی رو در ایران خواهد داشت. حالا خارج از بحث جنسیت به این موضوع میپردازم، ولی کافی حالا تو بحث جنسیت حالا زن باشه دیگه قطعا اون معلولیت بیشتر اون آزار خواهد داد تو محیط ایران، تو محیطی که هیچ فضایی یا هیچ محیطی برای یا هیچ امکانات محیطی تو ایران وجود نداره برای همه معلول‌ها. حالا نه تنها معلول‌های کوچک، حتی همه افراد معلول. یعنی شما یکی از معضلاتی که افراد سالم تو ایران دارن خود پیاده‌روهای ایرانه یا افراد کور، کسایی که نابینا هستن. شما می‌بینید چقدر مشکل دارن در ایران. هیچ به حساب فضا یا امکانات شهری وجود نداره که دسته‌بندی شده باشه یا فضای پیاده‌روها. شما خودتون تو آلمان دارید می‌بینید این موضوع تو تمام خیابون‌ها، تو تمام ایستگاه اتوبوس کاشی‌های سفید رنگی هست که برجسته هستش یا شیار هستش. دقت بفرمایید تو پیاده‌روها، داخل ایستگاه‌ها یا حتی در چراغ‌های قرمز که رد میشید، این استوپر چراغی که میزنید میبینید صوتی کار میکنه، روش حالت برجستگی داره، لمسیه. اینها برای افراد معلول و افراد نابینا هستش. قطعا هیچ کدوم اینها در ایران مشاهده نمیشه. که همیشه من میگم آدم سالمش تو ایران مشکل داره، وای به حال اینکه یک معلولیت هم داشته باشه. حالا دیگه به خصوص بحث کودکان هست. کودکان نه تنها خودشون رنج میبرن از این موضوع، که خانواده اونها قطعا در اون رنج شریک هستش. من خودم در خانواده‌ام تجربه این موضوع رو داشتیم و همچنان داریم و خواهر من فرزند دومش به خاطر اشتباه پزشک و ندونمکاری پزشک دچار معلولیت شد که به خاطر یک زردی در کودک نوزاد 3 روزه رو اومد آب نخاشو کشید و همون باعث شد که کودک دچار معلولیت بشه و نسبت به سن خودش عقب‌تر قرار بگیره. اینها همه مشکلاتی هستش که در ایران وجود داره. ولی خب من بیشتر به شکل آماری جلو میرم. ببینید معلولیت در ایران حدود 4 طبق آمار حدود 4% جمعیت ایران که اگه بخوایم حساب کنیم حدود میشه نزدیک به 1.8 تا 2 میلیون نفر معلوله و این آمار بالاییه. و خب به خاطر این وجود این نوع آمار خب حتی تو ایران اومدن تو قانون اساسی به این موضوع پرداختن و طبق
اصل سوم قانون اساسی کلیه حالا چیزهایی که باعث ایجاد تبعیض ناروا یا باعث تبعیض میشه بین افراد معلول و افراد توانمند یا اینکه امکانات عادلانه باید ایجاد بشه برای افراد معلول. یعنی در اصل خود قانون اساسی ایران به این موضوع اشاره شده که باید وجود داشته باشه، ولی خب ما ببینیم که اصلا چنین اتفاقی نیفتاده. حتی اگه شما دقت بکنید در کشورهایی که دموکراسی هستش و به هر حال معلول بعد یک عضوی از بدنه جامعه هست، غیر قابل حذفه. اگر معلول چه اتفاقی، چه عمدی، چه سهوی و چه مادرزادی یک انسانی معلول بشه دست خودش نبوده. حتی اگر سالم هم بوده یک اتفاقی افتاده دچار معلولیت شده، قاعدتا دامش تصادف دیگه، خود خاصه نبوده و علاقه‌ای به این موضوع نداشته که معلولیتی داشته باشه تا بخواد ترحم بخره. اولا اینکه ایجاد حس ترحم نسبت به اینها خیلی بده و خودشون اصلا دوست ندارن این موضوع. من اینجا بگم در لابلای حرفام، ولی خب می‌بینیم که در کشورهای دیگه که یک بار خود شما من اشاره کردی، گفتید یکی از دوستانتون گفته که چرا تو ایران تو آلمان اینقدر معلول می‌بینی، همشون معلولن، که ایشون نکته جالبی رو گفت برای خود من خیلی جالب بود و اینجا تو این جلسه‌اش استفاده کردم. چون که امکانات شهری محیطی مهیاس برای این افراد میتونن شاغل بشن. تو قانونشون هست که اگر یک مجموعه از یک تعداد جمعیتی بیشتر باشه باید افراد معلول به کارگیری کنه، استفاده کنه و از اونها در سیستم کاری خودش استفاده بکنه. نه تنها برای اون شخص باعث ایجاد معافیت‌های مالیاتی و کمک‌های مالیاتی میشه که قطعاً اون شخصی هم که معلول هست احساس وجودیت میکنه. برای همین ما زیاد تو خیابون معلول میبینیم. این نکته بود که شما من گفتید، من واقعا ازش استفاده کردم و بارها به این موضوع فکر کردم تو خیابون که در ایران ما آیا یک معلول میتونه به راحتی مثال ما سوار اتوبوس بشه، میتونه سوار قطار بشه؟ قطعاً نه. حالا مثلا بحث کودکان، ببینید سالانه حدود طبق آمار 29 تا 35 هزار کودک معلول در ایران متولد میشه و این آمار بالاییه. یعنی که طبق گفته خودشون هم نیمی از اینها حاصل اختلالات ژنتیکیه، یعنی اتفاقاتی بوده که حالا در خلال بارداری یا سیستم ژنتیکی بوده یا ازدواج هایی بوده که به هر حال اون بحث تست های قبل از ازدواج انجام نشده یا مسائلی بوده که تأثیر گذاشته روی حالا دی ان ای یا ژنتیک یا موارد این چنینی که یک کودک معلول به دنیا اومده. و میشه گفت علت یابی درستی تو ایران نمیشه راجع به این موضوع، یعنی خود بهداشت ایران، وزارت بهداشت به این موضوع خیلی نمیپردازه. تا جایی که ما داریم میبینیم میان حتی به خاطر اجرای قانون افزایش جمعیت که آیت الله خامنه این دستورش رو داده، برای اجرای موضوع میان بحث غربالگری هم برمیدارن. خب بعد میبینیم که اعلام میکنن خودشون از زمانی که این موضوع برداشته شده تولد کودک‌های معلول تو ایران مجددا زیاد شده. خب من گفتم گاهی اوقات معلولیت ارثیه، گاهی اوقات معلولیت خب در اثر یه سانحه اتفاق میفته. مثلا طرف 60 سال سن داره، در اثر یک اتفاقی معلولیت بهش، در اثر یک تصادفی براش ایجاد معلولیت میشه، یا نه اصلا در اثر یک بیماری دچار معلولیت میشه مثل دیابت. خب طرف دیابت داره، خب ناخواسته دچار دیابت میشه، حالا باعث میشه که عضوی از بدنش قطع بشه، اکثرا هم از پا یا دست دادن بیناییشون هست. خب یا دچار نارسایی کلوی بشه. یعنی معلولیت فقط این نیست که شما چشمت نبینه، پات کار نکنه. گاه معلولیت حتی کلیه هم اگر نارسایی کلیه شخصی داشته باشه این معلولیت محسوب میشه. اگر کسی نارسایی قلبی داشته باشه معلولیت محسوب میشه. یعنی اعضای درونی بدن هم این اتفاقات باعث ایجاد معلولیت میشه. خب کودکان از این موضوع بیشتر رنج میبرن. کودکی دارای نارسایی قلبی هست در ایران اگر تو یک مدرسه معمولی بره
وقتی بچه ها رو میبینه با اون شور اشتیاق میدوئن، بازی میکنن و این بچه میخواد شروع کنه به دویدن و بازی کردن، کم میاره، تنفس کم میاره، خب بهش هم تاکید شده مراقب باش این اتفاق برات نیفته، فشار بهت نیاد، استرس بهت وارد نشه، ندوی اینها. این بچه ناخواسته دچار یک افسردگی میشه، یعنی ناخواسته از اون جمعیت فاصله میگیره. چرا؟ چون که یک معلولیت به اسم نارسایی قلبی داره و اون معلولیت باعث میشه که خودشو جدای جامعه ببینه و یک غده درونی تو خودش پرورش بده. من نمیگم عقده چون کلمه قشنگی نیست، ولی میشه یک نیازی که در کودکی برآورده نشده و این نیاز با این بچه تا آخر عمر خواهد بود. اون هم اگر بتونه اون روالی که هست درست زندگی کنه و خدای نکرده به خاطر نارسایی قلبی دچار مشکل نشه در حالا مسیر زندگی و حیاتش. خب بر اساس حالا آمار بهداشت جهانی 10 تا 15% جمعیت هر کشوری به نوعی دچار معلولیت هستند. من گفتم این آمار به خاطر اینه که میان مسائل درونی هم میبینن، مثل کلیه، مثل حالا ریه‌ها، مثل قلب، اینها جزء معلولیت محسوب میشه. ولی خب در ایران وقتی تو این آمار قرار میگیره بیشتر معلولیتش جزء معلولیت ژنتیکی و جسمی و عقب ماندگی ذهنی قرار میگیره، یعنی معلولیت هایی که با مدیریت بهداشت در جامعه میشود کاهشش داد، نمیشود قطعش کرد، میشود کاهشش داد. چرا؟ چون در ایران هنوز ازدواج های سنتی هست و بحث قربالگری هم که برداشتن. خب سیستم کشور هم که داریم میبینیم مدیریتی کشور به گونه‌ایه که کاملا خطر آفرینه، از حمل و نقلمون بگیر تا سیستم جاده ها و سیستم حالا عیاب‌وزه ها و مدارس و همه چی خطرزاست در ایران و همیشه یک شخص رو تهدید میکنه برای معلولیت. حتی سیستم های شغلی و کاری همچنان از دستگاه های قدیمی و سنتی داره استفاده میشه. ما داریم میبینیم در سال چندین اخبار میاد که میبینیم فلان کارگر در فلان مجموعه دچار مصدومیت شد، دچار سانحه شد، دستش از دست داد، پاش از دست داد یا بیناییش از دست داد. اینا فقط به خاطر اینه که ایمنی کار وجود نداره در ایران و باعث ایجاد معلولیت در افراد میشه. قاعدتا این آمار تو ایران بالا میره. ولی خب مجلس شورای اسلامی ایران در سال 87 میاد کنوانسیون حقوق افراد داره معلولیت رو تصویب میکنه و طبق این کنوانسیون و به خاطر اینکه بتونه به کنوانسیون بین‌المللی به پیونده میاد این کنوانسیون رو تصویب میکنه، ولی عملا در حد یک مصوبه میمونه و هیچ وقت قابلیت اجرایی پیدا نمیکنه. چرا؟ چون هیچ ضامن اجرایی وجود نداره که آقا این باید اجرا بشه. یعنی مثلا نمیان آزمایشگاه‌ها یا بیمارستان‌ها یا به هر حال ما می‌دونیم کاری نداره این که بخوان یک جامعه‌ای که حالا باردار هستن و هدایت کنن، پزشکا بخوان که حتما این مسئله هدایت شده باشه و اگر تشخیص داده میشه کودکی در درون رحم مادر دچار معلولیت است، از همون ابتدا براش فکر و اندیشه‌ای باشه که قطعا مسائل دینی و اعتقادی هم تأثیری بر این موضوع هست. من خودم به شخصه نظر شخصیمه، من میگم اگر من مادر بودم و فرزندی رو در رحم خودم داشتم، اگر اون فرزند دچار معلولیت بود نباید این موضوع رو خودخواهانه و این موضوع رو جوری ببینم که با این من فرزند رو دوست دارم، بهش وابستگی وجود داره، اون در رحم مادره، در وجود مادره، دوتا روح در یک جسم هستن، جسم واحد، ولی خب داره اون از وجود مادر شکل میگیره، نمیشه بهش خورده‌ای گرفت. ولی ای کاش سیستم جامعه و آموزش ها و سیستم های دینی و اعتقادی و احساساتی جوری تربیت میشد تو ایران که اون مادر میتونست تصمیم بگیره که زندگی این کودک بعد از تولد چگونه خواهد بود. درسته ما افراد معلول داریم که تو دنیا خیلی معروفن، خیلی جاها میرسن، خیلی از معلول هستن دست ندارن با پا نقاشی میکنن، ولی تایش بشینی با اون معلول صحبت بکنی داره رنج میبره، از رنج درونیش به اون کار روی آورده. خب نمونهش بوده کودکی که برای چهره علی دایی نقاشی کرده بود، وقتی پاش رسید علی دایی باش صحبت کرد، بهش گفتش که اگه ممکنه شما بیایید منو حمایت کنید، من حتی برای تهیه داروها مشکل دارم. ببینید
اینها مسائلی هستش که در ایران حالا تاثیر میذاره، به خصوص در کودکان. خب کودکی که رفته مدرسه این مشکلات داره، با همین شکل بزرگ میشه. یک معلولیتی وجود داره که جسمیشه، از درون که کسی نمیبینه و همیشه مجبور از یک جمعی کنار بگیره و ناخواسته باعث حرف و حدیث میشه در دنیا بزرگترش. فلانی نمیاد، نمیجوشه، نه کسی نمیدونه درون اون کودک چه خبره و با همون ساختار بزرگ میشه. حالا کودکی هستش که معلولیت جسمی داره. خب خارج از تمسخرهایی که متاسفانه در فرهنگ وجود داشته، نمیگم دارد، حالا شاید الان تغییرات بهتری ایجاد شده باشه، اون دید مردم تغییر کرده باشه، ولی خب با لفظ مثلا اگر شخص یک اشتباهی میکنه یا داره میره ناخواسته میخوره به دو تا آدم سالم، میخورن به هم دیگه، طرف مقابل خیلی راحت برمیگردی میگه مگه تو کوری. یا در خانواده نشستیم، مادری با فرزند خودش داره صحبت میکنه، فرزند کودکی دیگه، اون لحظه ذهنش جای دیگه است، نمیشنوه چی میگه، یا اصلا میشنوه نمیتونه پردازش کنه پاسخ بده به مادر، یا مادر میگه امیر مگه کری نمیشنوی. ببینید معلولیت ها شده روش توهین در جامعه. حالا کودکی که اون لحظه در اون محیط باشه، نابینا باشه، این کلمه رو بشنوه چه حسی خواهد داشت؟ یا اگر حالا بحث کودک کر که فرق میکنه، ولی این آدم نابینا وقتی مثلا اینجوری بگن چه اتفاقی میفته؟ حتی در خصوص مدارس هم ضعف داریم. در ایران مدارس ویژه برای کودکان معلول وجود نداره. یک دوره بهزیستی ایران اومده بود حمایت میکرد، نمونهش خواهرزاده خود بنده. خب این حمایت میشد، یه تایمی به بعد این اومدن گفتن که این کودک ارزم به حضورتون ما نمیتونیم حمایتش کنیم دیگه هزینه نمیده، دولت کمک نمیکنه و شخصی. من خواهرم قبول کرد که شخصی این هزینه رو انجام بده، ولی مدارس شخصی هم پیدا نمیشد و اگر پیدا میشد خصوصی انقدر گرون بود که عطیه‌اش به لغش بخشید و معلم مربی خصوصی گرفت تو خونه و گفت تو خونه باهاش کار میکنه. خب در دوران حالا دولت حسن روحانی حالا در اسفند 96 اومدن تحت قانون حمایت از معلولان یک قوانین رو تصویب کردن و خیلی هم اونجا در مورد کودکان بهش پرداختن، ولی باز هم در حد یک مصوبه. چرا؟ چون که تو هر دولتی هر چیزی مصوب میشه، دولت بعدی که میاد اصلا کلا فراموش میشه که در دولت قبل چی نوشته شده و چی بهش پرداخته شده و همچنان مشکلات در ایران باقی. خب ارگان ها ادارت هم که موظف هستن 3% سهمیه استخدامی خودشون رو به معلولین اختصاص بدن و اشتغال معلولین رو بهش بپردازن، ولی من از شما سوال می‌کنم خانم جانی، در ایران شما اداره یا مؤسسه مراجعه کردی که یک شخص معلول داخلش باشه؟ من خودم به شخص جواب خودم بدم بعد جواب شما رو میشنوم. من خودم به شخص در ایران خیلی کارهای اداری داشتم، از مالیات و بیمه بگیر تا مسائل دیگه، چون دفتر داشتم مجبور بودم درگیر بودم با این ارگان ها، مالیات، دارایی، بیمه، جاهای مختلف، برق، آب. یک دونه معلول ندیدم. شما دیده بودید؟ نه متاسفانه نه، منم ندیدم. یعنی حضور ذهن ندارم که مثلا جایی دیده باشم که بخوام بهش اشاره کنم. البته که مثلا چرا وکیل شخصی دیده بودم که مثلا معلول باشه، حالا پای مصنوعی داشت، که اونم باز برمیگرده به اینکه اون شخص جانباز دوران جنگ بود و خب شرایطشو داشت که حالا تونسته بود برای خودش هزینه کنه و حالا پای مصنوعی داشت و ادامه تحصیل داده بود و وکیل شده. ولی اینکه تو ارگان دولتی باشه نه ندیدم. دقیقا همینه. ببینید تازه‌اش از شما دارید میگید حالا جانباز بوده، قطعا از سهمیه جانبازی ایثارگران و هزاران یک سهمیه استفاده کردن و تونستن تحصیل بکنن و باز هم دفتر خصوصی داشته
و هزینه کرده. شما الان در این یه خارپاشنه رو بخوای مداوا کنی، عمل جراحیش تو یه خارپاشنه معمولی انقدر گرون شده وای برای اینکه طرف خود یک پای مصنوعی برداره و بخواد با پای مصنوعی زندگی بکنه. چون بحث فیزیوتراپی داره و خود هزینه فیزیوتراپی در ایران الان سرسام‌آور شده، یعنی خارج از بحث مالیات بحث اقتصادی برای خانواده‌ها بیشتر شده. خب قاعدتا خانواده‌ای که کودک معلول داره نمیتواند فرزندش رو در مسیر آموزشی قرار بده و قطعا اون کودک دچار ضعف آموزشی میشه و خودش رو جدای یک خانواده میبینه. حتی اگر در خانواده اونها خواهر یا برادری داشته باشه کوچکتر از خودش باشد یا بزرگتر از خودش باشد و در حال تحصیل باشه، اون کودک کمبود احساس میکنه، میگه چطور اون، چون این حالت نیست اینطوریه دیگه، ولی من بر اون کودک میفهمه، درک داره، ولو اینکه عقب مونده ذهنی باشه، جز اینکه دیگه خیلی درصد معلولیتش و حالا بحث ذهنیتیش که عقب افتاده ذهنی میشه شدید باشه که دیگه هیچ چیزی رو متوجه نشه. ولی حتی کودکی که عقب مانده ذهنی هم هست باز میفهمه از نوع رفت و آمدها، از نوع روابط، از حتی از دیدار چشمی. چون وقتی که یک حسی در انسان از بین میره، حسهای دیگر قوی تر میشه. شما ببینید یک فرد نابینا حس لامسش قوی تره، شنواییش قوی تره. یک فردی که ناشنواست دیداریش قوی تره. چرا؟ چون دقت میکنه، لبخونی شما رو دقت میکنه، چون دقتش میره بالا برای اینکه بتونه لبخونی رو ببینه، بیناییش قوی تر میشه. اون تجربه بیناییش و حس این که بتونه تشخیص بده شما چی میگی با این لب و لبخونی میکنه قوی تر میشه. ببینید خب اینها حس ها قوی تر میشه. حالا فکر کنید که کودک که دچار عقب افتادگی ذهنی هست، قطعا حس عاطفیش بیشتره. چرا؟ چون همه چی رو با لامسه میبینه. خدای اون بچه مادرشه، خدای اون بچه پدرشه. چرا؟ چون وقتی که اون بچه رو نوازش میکنه داره با حس، با اون لمس کردن احساسات بمیده و اون کودک حس لامسش قوی میشه و با حس لامسه میتونه بفهم که در محیط اطرافش چه خبره و این کمبود تو خودش احساس میکنه. خب خارج از اون بحث محیطی رو من کردم در ایران. خب ببینید وجود حالا پیاده‌روهایی که ارزش کمه، جوی‌های آب نامناسب، آدم عادیش تو ایران، تو تهران داره راه میره تو جوب آب میفته. من تو آلمان جوب آب هنوز ندیدم حقیقت. من چند حالا جایی هم دیگه من دقت کردم همینجوری، حالا جایی نبگم فقط آلمان، کشوری هم دقت بکنید سیستم فاضلابی چرا به نوعی این سیستم قرار گرفته که حداقل یک فرد معلول بتونه، نمیگم 100% هستن ولی 70% هم که باشن تونستن اون شرایط ایجاد بکنن. ولی شما در ایران در یک شب زمستانی اگر در خیابون راه برید چراغ یک کوچه خاموش باشه، قطع به یقین پات به یه چاله گیری میکنه، پات توی جوبی میره، جوب‌هایی با شیبای اینجوری، شیب نامناسب کوچه ها، همینجوری راه میری سر میخوری. وای بالا این که حالا فرد معلول باشه، معلول پا باشه یا معلول جسمی باشه بخواد رد بشه. خب ببینید حالا بحث معلولات ذهنی، اصلا جامعه ما آمادگی مزمن نداره. خب ما توی این مدت دیدیم چقدر مراکز نگهداری کودکان معلول اومده که کودک معلول رو کتک میزدن به خاطری که بخوان یه کاری رو انجام بده و این به خاطر عدم مدیریت در بهزیستی ایرانه. الان یک شخص که در ایران معلول هست، خانواده‌اش اگه بخوان جابجا بکنن حتما باید هزینه شخصی بکنن برای سرویس، در صورتی در قانون ایران، در قانون اساسی اومده که باید امکانات عادلانه برای اینها ایجاد بشه. یعنی بحث حمل و نقل هم به همین شکل. و اصلا به این موضوع ژنتیک علاوه علمی هم تو ایران پرداخته نمیشه، تا جایی که میبینیم خب بهتون گفتم غربالگلی برداشتن و کودکان معلول تولدشون بیشتر شده. خب حالا کودکانی هستن که خب باید به مدارس استثنایی برن تحصیل بکنن. حدودا حالا طبق آمار میگن 1,500,000 فرد داره معلولیت، حالا معلولیت شناسایی شده که از طریق بهزیستی داره تحصیل میکنه، که از این 1,500,000 240,000 تاش کودک، که از این 240,000 تا فقط 150,000 تاش داره تو مدرسه استثنایی تحصیل میکنه که اونها هم با مشکلات خاص روبرو هستن. یعنی از این 150,000 تا بخششون خودشون نمیتونن برن چون اون امکانات سرویس حمل و نقل وجود نداره.
و سازمان بسیسی به عنوان تخصصی ترین نهاد پیشگیری از مأموریت و حمایت از معلولین باید پاسخگوی موضوع باشه و راهبرد باید مسائل راهبردی ببینه، یعنی براش تصمیم گیری کنه، مسائل راهبردی قرار بده، بیاد بررسی ژنتیکی بکنه، از طریق وزارت بهداشت بخواد به موضوع ژنتیکی رسیدگی بکنه تا جلوی تولد کودکان معلول بگیره. ولی اتفاقی که میفته دستورکار دولت، هیئت و دولت اینه که آقا غربالگری رو بردارید، بحث تست ژنتیک هم بین ببرید. خب این میشه که 30,000 کودک معلول در سال به دنیا میاد که همشون در حال حاضر، آماری که در سال گذشته وجود داشته، ما 30,000 کودک معلول جامانده در تحصیل داریم. خب این خودش یک جامعه جمعیتی دیگه. اگه بخوایم به این موضوع بپردازیم، برای خودشون یک جمعیتی هستن، یک جمعیتی که برای خودشون دارن زندگی میکنن، بیمه دارن نفس میکشن. جلوی بحث علمیشو که نمیگیرید، بهش هم که نمیپردازید، 30,000 تا هم که این شکلی اتفاق افتاده براشون. و خب به هر حال بحث تحصیلیشون، من به بحث محیطی پرداختم که مشکلات رو گفتم، بحث تحصیلیشون هم پرداختم، بحث اقتصادی خانواده هم که پرداختن. میمونه حالا پذیرش اینها در جامعه. خب ما میبینیم از قدیم یک رسمی بود، میگفتن که اگر پدران و مادران داری میری نابینایی دیدی پشت چراغ، دستشو بگیر کمکش کن. این فرهنگ نهادینه شده، ولی این یک فرهنگی که آموزش هستش که از خانواده ها منتقل شده، ولی در سیستم آموزشی و آموزش پرورش ما اصلا چنین چیزی نداریم. یعنی اگر یک شخص خانوادهش فراموش کنه بهش بگه که باید با یک معلول چه رفتاری بکنی، هیچ سیلابس آموزشی در ایران نداریم. در صورتی در کشورهای دیگه داریم میبینیم چون معلول در جامعه زندگی میکنه، ناخواسته یاد میگیرن با معلولین چطوری رفتار بکنن. وقتی در اتوبوس میاد بالا، میبینه یک بخشی، یک فضایی، یک برچسبی خورده، یک لوگوی خورده که اینجا مخصوص معلولین هست، احترام میذارن به اون فضا. یا اگر در محل پارک یک جا آرم معلول زده شده، بهش احترام میذارن. بعد در ایران اگر یک فضای باشه خالی باشه، آرم معلول باشه، اتفاقا اون که سالمه میاد پارک میکنه، اون که معلول بنده خدا میمونه چیکار بکنه؟ نمونهش در هایپرستا ایران من خودم دیدم، یک فضای اختصاص داده بودن به این موضوع برای مادر و کودک، یعنی مادرانی که فرزند دارن تو ماشین میان رانندگی میکنن، دیوارا رو صورتی کردن، طرف نیست اونجا پارک بکنه. برای معلولین هم که آرم ویلچر میزنن که طرف نیست اونجا پارک کنه، چون فضا بیشتره، اگه ویلچر طرف رو سقف بشه بتونه بیاره پایین. یعنی من همه چی اونجا میدیدم جز ماشینی که پلاک معلولین داشته باشه. و در جایی هم که فضای کودک مادر کودک بود، همیشه دعوا بود چون فضاش باز بود، خالی بود، ماشین دیگه میرفتن پارک میکردن. که بعد امروز هم براش ماندن یه دونه یه شخصی رو گذاشتن که اونجا وایساد، اجازه نمیداد که حالا پدرانی که میان فرزند دارن اونجا پارک بکنن. به هر حال ببینید اون علت این موضوع بحث فرهنگی است که در جامعه تا حدودی از بین رفته. یعنی اون فرهنگ الان در خانواده که وجود نداره، در سیستم آموزش پرورش ما وجود نداره. خب من 30,000 تا گفتم، ولی جالب‌تر اینه که بدونید 30,000 تا ما کودک جامعه در تحصیل داریم و یک رشد 17% داشته در سالهای اخیر این موضوع. و به خاطر اینه که مدارس ها نمیتونن ساماندهی بکنن، چون مدارس افراد معلولن باید خاص باشه، یعنی راهروهای خاص، پله‌های کوتاه باید داشته باشن، بعد فضای باز داشته باشن، نوع کلاس ها باید به گونه‌ای باشه که داخلش فضا به گونه‌ای باشه که معلول بتونه راحت تردد کنه، حتی صندلی‌ها و نشستن‌ها اینها خاص هست، یعنی همه چیزش خاصه و مربیان خاص. حتی ما الان تو بحث مربیان آموزشی کودکان معلول در ایران مشکل داریم. خب این مشکلات هستش که مزید بر علت میشه و یک کودک معلول در ایران با تمام این مسائل داره دست و پنجه نرم میکنه. و من به شخصه میگم خودمون رو جای یک کودک معلول قرار بدیم، من احساس میکنم اصلا دنیا جای غیر قابل تحملی خواهد بود در ایران. حالا من بحث کشور دیگر نمی کنم چون بحث موضوع من کودکان معلول در ایران هستش. خب ببینید که حالا این بحث ها و این ساماندهی ها هر چقدر دولت میخواد تلاش کنه نمیتونه. چرا؟ چون زیر ساختشو نداره، بودجهشو نداره، بودجهشو داره جای دیگه هزینه میکنه و اصلا به این موضوع نمیپردازه. و شما ببینید ما حتی تو بحث قهرمانی ها و پارا المپیک ببینید
در نسبت به سالهای گذشته افت زیادی داشتیم. چرا؟ چون بحث ورزش اینها هم الان تحت تاثیر قرار گرفته. خیلی از اینها که در پارالمپیک و اینها مقام‌های قهرمانی آوردن، خیلی هاشون وقتی پای صحبتش می‌بینی شخصی هزینه کردن به اونجا رسیدن، شخصی به این موضوع پرداختن و هیچ حمایت دولتی، هیچ اردوی خاصی، هیچ امکان دولتی خاصی برای اینها وجود نداشته که اینا بتونن از اون فضا استفاده بکنن. و به خاطر همین داریم می‌بینیم که رو بحث حتی ورزشی هم تاثیر گذاشته. و این حالا تا اینجا بحث این مسائلی هستش که خب کودکان در معلول در ایران واقعا مشکل دارن و خارج از بحث محیطی، آموزشی، پزشکی که خدمتتون گفتم و حالا بحث خانواده هم که گفتم، حتی بحث تفاوت ایجاد احساس بین کودکان، خب کودکان معلول در ایران واقعا رنج میبرن. سیستم فیزیکی جامعه از هر لحاظ تاثیر گذاشته رنج بردن این کودکان. حالا به این موضوع اضافه کنید بحث دارو و لوازمی که اینها باید برای معلولیتشون استفاده بکنن. الان یک ویلچر برقی در ایران پولش معادل یه مرسدس بنز شده. ببخشید آقای پالوان، من یه سوالی داشتم از اون موقع ذهنم مشغول کرده بود، اونم اینه که آیا به معلولین در کشور ما حقوق و مزایا تعلق میگیره یا خیر؟ ببینید تا سالهای گذشته بهزیستی موضوع تعیین کرده بود، یک حقوقی برای اینها تعیین کرده بود تا قبل از بحث یارانه هم در دوره احمدی نژاد. حقوق داشتن اینها، بله، هم کارت بیماری خاص داشت، یعنی بیمه خاص داشتن و بهش پرداخته میشد و حقوق هم داشتن. ولی از دوران دولت آقای احمدی نژاد به مرور زمان این بودجه به سازمان بهزیستی که کم شد، این بودجه کمتر شد. الان به جای رسیده که ندیهش حقوقی ندارن و فقط حتی بیمهشون که بیماری خیلیشون بیماری خاص داشتن دیگه اومده خانواده خوش بیمه تکمیلی کردن. حتی جالب بهتون بگم که شرکت بیمه در ایران انقدر ورشکسته شدن، خیلی هاشون وقتی میبینن یک شخصی یک کودک معلول داره اجتناب میکنن از بیمه کردن اون خانواده یا بیمه تکمیلی قرار دادن. حالا جزی که طرف توی ارگان خاصی باشه و اون ارگان دست جمعی داره بیمه میکنه، اون شخص هم حالا خانواده‌اش بیمه تکمیلیش هم بتونه از اون شاید استفاده بکنه. ولی کلا سازمان بهزیستی باید این موضوع رو پوشش بده، ولی به خاطر کم شدن بودجه سازمان بهزیستی میشه گفت در حال حاضر شاید طبق برآورد خود من شاید از کل معلولین 1/3 در حال حاضر بتونه از این مزایا سود ببرن و اونم انقدر ناچیزه که به نوعی یه جاهای کمیته امداد میاد بهش میپردازه. یعنی انقدر عدد ناچیزه که اصلا نمیشه گفت اصلا حقوق مزایا. ببینید اینها این حقوق مزایا برای کسیه که واقعا از کار افتاده باشه، چون در ایران بحث اشتغال زایی برای اون بخش جامعه هست و باید بهش به پرداخت دولت و نپرداخته قطعا رنج میبرن دیگه. و یعنی یک معلول اگه خودش بره سر کار یک حقوقی بگیره قطعا میتونه امرار معاش کنه و زندگیشو بگردونه و مشکل نخواهد داشت. ولی خب چون اون اتفاق نمیفته ناچارن که به دولت فشار بیارن. خب دولت هم که داریم میبینیم مشکل اصلا اقتصادی داره خودش، هم یعنی دولت مشکل داره رو پرداخت حقوق کارمنده خودش، چه برسه دیگه بخواد بیاد از اشخاص معلول حمایت بکنه. بله باید حقوق داشته باشن، تو قانون هست، ولی بهش پرداخته نمیشه. از دوره آقای احمدی نژاد به این ور این موضوع قطع نشده، کاسته شده و رو به قطعیه. درسته. یک موضوع دیگه ای هم که هست اگر بهش دقت کنی، با توجه به اینکه من خودم خب به شخص خیلی حامی حیوانات هستم، اما از نظر فرهنگسازی در بین مردم اگه دقت کرده باشین، ما کمپین‌های حمایتی که از حیوانات داریم در ایران متاسفانه خیلی بیشتر از کمپین حمایتی از مثلا کودکان معلول یا افراد معلوله. خیلی میزانش کمه و حتی مؤسساتی که افراد معلول رو نگه میدارن، خب دولتی هاشون که خب تعدادشون هم کمه، هم اینکه ظرفیت هاشون تکمیله، بعد میان شخصی تأسیس میکنن که خب شخصی هم همونطوری که خودتون میدونین در جریان هزینه های بسیار زیادی داره، مجبورن که مثلا از شهر دور مکانهایی رو بگیرن که از شهر خارج از شهره. ولی خب من نمیدونم چرا در این زمینه واقعا فرهنگ سازی اینقدر کمه و نیستش.
شما آیا دلیلی میبینید راجع به ببینید این؟ من نمیخوام با این موضوع بپردازم. به حال اونا اشخاصی هستن که فعالینی هستن که به موضوع حیوانات میپردازن هم میان حالا فضایی ایجاد میکنن، حمایت میکنن و اینم قطعا به خاطر همون من میگم بحث همون دولته که نمیتونه قانونی رو بذاره تو برای این موضوع. خب و میان به این موضوع میپردازن. بله قطعا اینجوریه، انقدر که شاید ایران کلا تو ایران اینجوریه، انقدر که به حواشی میپردازن به اصل موضوع نمیپردازن. خب قطعا من همیشه خودم جای بحثم بوده، میگم وقتی شما خانواده‌ای داری میبینی که نون شب نداره بخوره، چه دلیلی داری بریم مثلا تون مواد غذایی یا مواد غذایی خشک بخری برای حیوانات و گربه‌ها و سگ‌ها تو خیابون بدی؟ طرف گوشه خیابون داره از گرسنگی میمیره، بعد طرف استوری گوشه داره به یه سگ غذا میده. آقا این چه کاریه؟ شما اون شخص اونجا انسانه، نگاش کن. نمیگم اون سگ هم حیوانه، اونو دولت میتونسته کنترل کنه از زاد و ولد بیش از حد، میتونسته اینها رو عقیم سازی کنه، میتونسته به این موضوع رسیدگی کنه و به مسائل بپردازه. ولی خب به هر حال این کارو نکردن و حالا گروهکایی هستن که به این شکل فعال میشن و این کارو انجام میدن. من خورده به اونها وارد نمیکنم، به هر حال دیدگاه اونهاست، ولی قطعاً باید به این موضوع پرداخته بشه، کمپین های گذاشته بشه. ببینید خارج از بحث کودک معلول، والدین این کودکان هم دچار مشکل هستن. خب ببینید تهیه دارو برای افراد معلول یا افرادی که داروهای خاص استفاده میکنن بسیار دشوار شده، گران شده. اگر هم پولش باشد دارو وجود ندارد، اگر هم وجود داشته باشد یا تاریخ مصرفش گذشته یا اینکه فیک. یعنی طرف یه پولی هم داره میده، مطمئن نیست این چیزی که داره تهیه میکنه برای این شخص معلول خوبه یا بده، درست هست یا نیست. ببینید این دوباره یکی دیگه از مشکلاتیه که کودکان معلول و خانواده هایی داره کودک معلول اذیتشون میکنه. قاعدتا مشکلات ارتباطی اون کودک با محیط بیرونش خانواده رو تحت تاثیر قرار میده، اذیت میکنه و خانواده دچار مشکل میشه. اینها مسائلی هستش که به حال در خصوص کودکان معلول تو ایران هستش. خب بحث فضا کردم. شما خود سازمان بهزیستی، من یه سری رفتم یه کاری داشتم تعجب کردم. نمیدونم شما رفتید یا نه داخل سازمان بهزیستی ایران. حالا الان که جدیدن 2 سال قبل از من بیام بله ساختمونشون رو جابجایی، یه ساختمون جدید رفتن. ساختمون قدیمی که داشتن یک ویلچر نمیتونست داخل اون آسانسوری که داشتن بشه بره و افراد معلول موندن چیکار کنن. یعنی واقعا من خودم مناسبه که بعد یه آدم معلول بخواد بیاد اینجا خودش دنبال کارش بدونه یه کسی که کمکش کنه چطوری میخواد بره داخل، چطوری پله رو میخواد بره بالا. ببینید سازمان بهزیستی کشور بود جایی که محل مراجعه معلولین و افرادی هستش که حالا بیماری دارن یا مشکلات حالا جسمی یا غیره رو دارن. حالا جاینا که ساختمونش مثل جابجا شده و میگم من اواخر بود از من خواهرم شنیدم که میگم میدونم ساختمون قدیمیه دیگه نیست. ببینید به هر حال اینها مسائلی هستش که به مرور زمان یک کودک دچار افسردگی و اضطراب میشه. چرا؟ معلولیت خودش رو میبینه، فشاری که به خانواده وارد میشه رو میبینه، فشاری که به خودش وارد میشه و این کودک دچار افسردگی و اضطراب میشه. الان کسایی که در خانوادهشون حالا این لایو رو میبینن کودکانی داشته باشن یا عقب مونده ذهنی باشن، کودکی خود بزرگتر میشه. ببینید اگر یک دختر باشه خب معلول ذهنی به سنی میرسه که مسائل زنانگی رو داره. خب واقعا اون پدر مادر چه کاری میتونه بکنه؟ میبینیم که اون دختر بچه یا اون پسر بچه به سن بلوغ میرسه مسائل پسرونه رو داره. به هر حال تا که با پدرش میره حمام، پدرش این حمام میکنه. ببینید به همه چی باید فکر کرد تو این موضوع. اون کودک چی میکشه در خب میبینیم که میان پدر مادر خودشون مورد ضرب و شتم قرار میدن، چنگ میندازن دست مادر و دست پدر رو. مثلا مادر میگه مثلا میبینیم مثلا گردنش خط افتاده، میگه این چیه؟ میگه جای مثلا 5 کیلو مثلا فلان. این کودکا در سن بالا شروع میکنن به اگه نتونن حرف بزنن به جیغ زدن، به فریاد زدن و باعث میشه که در آپارتمان همسایه‌ها ناراضی بشن و این فشار روحی روانیش به خانواده وارد میشه.
پدر خانواده، مادر خانواده، همش دنبال اینه که تو در همسایه خجالت زده است که چرا؟ چون یک فرزند معلولی دارد. ببینید از هر زاویه شما این موضوع نگاه کنید دچار مشکله و باعث ایجاد اضطراب و فشار روانی هم به خود کودک و به هم خانواده کودک میشه و این فشار و اضطراب ناخواسته وارد جامعه میشه. به خاطر همین جامعه‌ای داریم که همیشه ملتهبه، همیشه التهاب داره، مسائل مختلف جامعه به کنار. یک شخص، حالا فکر کن تمام مشکلات یک خانواده یک شخص عادی تو زندگیش داره، یک پدر یک مادر دارن، در کنارشون ها یک فرزند معلولی هم در خانواده دارن. بله. یک موضوعی رو که من هیچ وقت واسم آقای پالوان شفاف سازی اصلا جا نمیفته در واقع، اصلا شفاف سازی یعنی با منطق ذهنی من جور در نمیاد، اون اینه که ما خیلی صحبت میکنیم از این که مثلا بهزیستی بودجه نداره برای رسیدگی به این افراد. من متوجه این موضوع نمیشم چجوری میشه که بنیاد شهید همچنان بودجه های کلان داره که در اختیار افرادی که حالا مثلا شهید شدن در اختیار خانواده هاشون و افرادی که جانبازن قرار میده، اما از این طرف ارگان دیگه‌ای که مثلا بهزیستی لازمه که به افراد معمولی جامعه بپردازه، حالا افرادی که هنوز هیچ خدمت خاصی هم به جامعه نکرده به اون شکلی که جمهوری اسلامی انتظار داره، این اگه نبود بودجه است که خب همه ارگانا نباید داشته باشن ارگان این چنین، چجوری میشه یه ارگانی مثل بنیاد شهید ارگانی که وضعیت مالیش خوبه، خودتونم در جریان میدونین دیگه، ولی نمیدونم چرا مثلا یک ارگانی باز مثل بهزیستی میگن بودجه نداره. ببینید هیچ وقت متوجه نمیشم من. اینا بحث سیاسیه خانم جهانی. ببینید افرادی رفتن جانشون از دست دادن، خانواده اونا باید به هر حال به یک رفاهیاتی برسن که بگن خون اون شخص پایمان نشده. خب حکومت از این قسمت داره سود و سهمش رو میبره. چرا باید ما مدارس شاهد داشته باشیم؟ چرا باید دانشگاه شاهد داشته باشیم؟ شما هر وقت پاسخ این چرا رو پیدا کردی، من به شما میگم که چرا بودجه به بنیاد شهید میدن، چرا بودجه به حفظ آثار امام میدن، چرا بودجه به خانواده امام خمینی میدن، چرا باید خمینی که مرده رفته برای حفظ آثارش سالانه 400 میلیارد چقدر بدن بهش که بعد نوه‌های خمینی در خارج از ایران بخوان کیف کنن و زندگی کنن؟ ببینید به خاطر اینه که سازمان بهزیستی یک بودجه بهش تعلق میگیره که تا بیاد برسه به اون شخص انقدر اون با جا سر سفره نشستن میخورن که به اون پایین چی نمیرسه. و چرا؟ چون طرفش خانواده هایی هستند که نمیتونن اعتراضی بکنن. همین چندی پیش بود یک اعتراضی کردن به خاطر مدارس و سیستم آموزشیشون که یک سهمیه فکر کنم حق تحصیلشون رو ازشون گرفته بودن، یک پولی رو ازشون گرفته بودن. همین چند وقت پیش بود که تحصیل کردن، شکایت کردن که گفتن نه آقا بهزیستی مبراست از این موضوع، چون اون به حساب بودجه که اختصاص داده میشه بهزیستی برای این موضوع که بپردازه اونو برداشتن دیگه و بهزیستی دیگه راجع به این قضیه پاسخگو نیست. ببینید به هر حال حکومت از اون ور داره سودش میبره و این ورم افرادی هستن که صداشون به جایی نمیرسه. چون صداشون به جایی نمیرسه و اگرم بخوان صدایی بیارن بیرون انقدر مشکل دارن که اصلا فرصت اینو نمیکنن. اعتراضی هم که میکنن با این پاسخ‌ها رو برو میشن. ولی اگه بنیاد شهید خانه شهید وجود داشته باشه بیاد بره داد بزنه من پدرم شهید بوده، آی حقمو خوردن البل این کاری کردن، یک جمعی رو با خودش همراه میکنه، به خاطر همین میان برای اونها میذارن. بعدن شما در نظر بگیرید بنیاد شهید اسمش بنیاد شهیده در صورتی که بنیاد سالمینه. بنیاد شهید شده رفته، بنیاد میخواد چیکار؟ یا خانواده شاهد، طرف پدر شهید شده رفته تو مدرسه شاهد درس خونده، بهترین مدارس بود اون موقع تو سیستم آموزشی خودش. خب در کنارش من دوستی داشتم که پدرش استاد معلمین مدرسه شاهد بود، رفت تو اونجا درس خوند. من بهش گفتم مگه تو خانواده شهیدی؟ میگفت نه پدرم که داره به خانواده شهدا درس میده. بعد میبینیم نوه هاشون میرن، الان به جای به سطحی از جامعه رسیده که همشون رابطینشون دارن میرن، چون بالاخره خانواده شهدا تموم شدن دیگه. الان فقط شهدای حرمو داریم که اونم خدا رو شکر در قضیهش بسته شد، سفرهش بسته شد، جمع شد رفت. چون جایی که جمهوری اسلامی ایران ازش سود ببره بهش میپردازه.
جایی که براش سودی نداشته باشه بهش نمیپردازه. و سازمان بهزیستی جزء اون دسته از ارگان هاست. و یعنی ما داریم می‌بینیم سازمان رزمندگان رو داریم، جانبازان رو داریم، به حساب معلولین جنگ. بین شما تو ایران معلولین هم جدا کردن معلولین جنگی. معلول دیگه، جنگی و غیر جنگی نداره. خب به اینها ایثارگران رو داریم، اینا همه این سازمان‌ها بودجه دارن. آقا شما همه این بودجه ها رو جمع کن بده به بهزیستی، یک آدم درستی هم بذار اونجا، بذار به این بودجه با این مسائل بپردازه. حداقل میتونی، نمیگم 100%، 40% جامعه سالمتری داشته باشی دیگه. اصلا شما این بودجه رو بذار رو بحث تولد 30,000 تولد کودک معلول خیلیه. شما این موضوع بپرداز، اصلا دیگه نیاز نیست بهزیستی بودجه بگیره بابت این موضوع. شما بیا همون ابتدا رو بهش بپرداز، جلوی تولد کودکان معلول بگیر با بحث آزمایشات و مسئله ژنتیکی و علمی و اینها. چطور شد شما الان سلایدار این هستید که همه افتخارات پزشکی رو داشتید، قرص و دارو بگیرید، همه چی دارید تولید میکنید و افتخارتون اینه که به هر حال ایران الان تو بحث نازایی واقعا پیشرفت کرده. خب شما که انقدر پیشرفت کردید نمیتونید جلوی این موضوع رو به راحتی بگیرید. قطعا میتونید، نمیخواید این کار رو انجام بدید چون براشون مهم. موضوع دیگه ای که هست اینه که در بحث آموزش، حالا میگیم شاید حالا ساختن مدارسی برای کودکان معلول میتونه مشکلاتی رو در پی داشته باشه، ولی ما صحبتمون راجع به کودکانیه که معلول جسمی هستن. حالا راجع به معلولان ذهنی صحبت نمی کنم، ولی کودکانی که دارای معلولیت جسمی هستن رو به راحتی میشه در تحت عنوان آموزش‌های آنلاین بهشون تدریس کرد یا علایقشون رو از سر گرفت و دنبال کرد و آموزش داد. ولی من فکر میکنم توی این زمینم کوتاهی‌هایی شده و صرفاً مکانیت توجیه شده برای نبود آموزش. نظر شما چیه آقای بابانی؟ قانون جان، من که همیشه گفتم تو تمام جلساتم، به حال شما بودید دیگه، من به سیستم آموزش ایران معترضم و امیدوارم یه روزی اتفاق افتاد اگه وزیر آموزش پرورش نشدم حداقل از من بخوان تو یه سری چیزا نظر بدم. چرا؟ چون واقعا سیستم آموزش پرورش ایران، ببخشید این کلمه رو به کار میبرم، فچل که عرض کنم، داغونه از پایه و بنیاد. وای به حال سیستم آموزشی که بخواد به کودکان معلول بپردازه. ببینید الان بحث خط بریل در ایران، کتاب‌های اینا انقدر گرون شده و نایابه. خب یک فرد نابینا باید از این سود ببره. ساعت‌های مچی نابینایان به قدری گرونه که اصلا تو ایران شده جزو کالای لوکس لاکچری اگه یک نابینایی همچین بین خودشون ها ساعتی داشته باشه. ببین حتی از جزئی ترین مسائل شما بحث آموزش کرد، من به این کتاب ها میپردازم. ما در ایران کرونا شد، قرار شد مدارس آنلاین آموزش بدن، شروع شد خودکشی کودکان در اطراف ایران که پدرش نداشته تبلت بخره. سیستم آموزش پرورش ایران هم نمیتونست اینو تهیه کنه. وقتی شما انتظار داری مثلا بیا اینجا یه بنیادی رو تأسیس کنن که به اینا آموزش بده، چون اصلا بهش فکر نمی‌کنن. ببین من شما داریم در مورد موضوع صحبت می‌کنیم چون بهش فکر می‌کنیم، بهش میپردازیم، کمیته‌شو داریم، دنبالش میریم، میخونیم، مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم. اونا اصلا بهش نمیپردازن. اگرم بپردازن در حد یک جلسه‌ایه که یک میزی باشه، صبحانه و نهار و شامی با هم بخورن و تمام بشه، یک قانون مصوب کنن در حد مصوبه در دولت روحانی، در دولت احمدی نژاد، در دولت‌های مختلف و خارجن از اون موضوع. هر مصوبه هم که میکنن اول خودشون ذی‌نفع میشن، بعد میرسه به قشر جامعه. ببینید یک خانواده‌ای که کودک معلول داره حتی باید مشاور روانپزشکی داشته باشن، حتی اون پدر مادر باید مشاور داشته باشه. چرا؟ وقتی یک کودک معلول به دنیا میاد اولین حسی که سراغ پدر مادر میاد حس گناه و تقصیره. خیلیشون احساس گناه میکنن، یعنی کودک رو ما متولد کردیم پس باید ازش حمایت کنیم، کمکش کنیم. یه احساس ناکامی دارن، حس محرومیت میکنن و همیشه هم تو ذهن خودشون دارن واقعیت موضوع رو کتمان میکنن، واقعیتی که شاید میتونستن قبل تولد جلوی موضوع رو بگیرن. من میگم
قبل تولد احساس گناهش خیلی 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 کمتر از بعد از تولده. حالا اینا اسمش گذاشتن قتل، نمیدونم قتل نفس. او چه قتل نفسی، چه قتل عمدی، اصلا اینجوری نیست. ببینید حتی من میگم باید مشاور پزشکی داشته باشن این خانواده ها که علاوه روحی روانی درست بشن و سیستم حکومتی در عیاب و زنی سیستمی باید وجود داشته باشه که عیاب و ذهاب این کودکان انقدر سخت باشه که خانواده تو فکر عیاب ذهابش نباشه. الان یک شخصی یک کودک معلول داره تو ایران، واقعا همشون دقت کنی کودکای معلول از یه سنی به بعد همش تو خونه هست، نمیتونن برن بیرون چون جامعه پذیرش نمیکنه، امکانات فیزیکی وجود نداره. اون پدر مادرم به خاطر اون حس خجالت و اینکه از جامعه رونده نشه، اون ترحم جامعه به سمتشون نیاد که وجود داره در فلانی. میبینی فرزند معلول یک رسمی بود در هیئت‌های ایران، در ایران من همیشه اصلا از این رسمه بدم میومد. یک هیئتی میرسید در یک خونه که شخص اصلا واقعا بهتون الان دارم با عصبانیت میگم، یک کودک معلول داشت، اون طرف با اون بدن سالمش و با اون گلوی درشتش داد میزد تو اون محل خداوند یا امام حسین شفای کودک معلول خانواده فلانی رو بده. آقا این چه کاریه آخه؟ تو داری داد میزنی عیب طرفو میگی، اون بچه گنا تو اون خونه است میشنوه، اون خانواده اصلا اون خانواده اشتباه کرده اومده به تو گفته ما رو دعا کن. اون که به تو گفته تو بگو باشه من تو دلم تو هیئت دارم میرم دعا میکنم ان شاءالله که خدا بپذیره. حتما باید بیا وایس اونجا تبل و دوقل بزنی تو سرت بکوبی، این زنجیر بر بالا بکوبه رو سرش که تو دعا کنی خدا همون لحظه وحی رو نازل کنه، معجزه رو نازل کنه، اعصابش ما رو بچه شفا بگیره. بله البته یک موضوعی هم هست جناب آقای پالوانه، این که حالا این شما این مورد رو گفتین، منم یک مثال دیگه‌ای بزنم. خود خانواده هایی که بچه فرزندان معلول دارن، نمیدونم چرا خیلی علاقه ندارن بچهشون توی جامعه باشه، احساس شرم و خجالت دارن. نمیدونم با این موضوع مواجه شدین یا نه، ولی چون من دیدم مواجه شدم با این موضوع و حالا شاید به خاطر مثلا اتفاقاتیه که اون بچه معلول رقم میزنه، حالا خانواده خجالت میکشه یا مثلا شرمنده ممکنه بشه، در صورتی که این برمیگرده به یه درک و آگاهی جمعی که کلیت یعنی همه باید درک کنن دیگه. حالا بچه معلول اگر یک اتفاقی رو رقم میزنه خواسته نیست دیگه، ناخواسته است. یه موضوع دیگه ای که از یه خاطره ای رو من برای شما تعریف کنم از همین که خانواده ها شرم میکنن از اینکه کودکانشون در جامعه حضور داشته باشن و چه آسیبایی رو در پی خواهد داشت. من یادم دوران ابتدایی از کلاس اول ابتدایی تا پنجم ابتدایی توی یک مدرسه میرفتم و توی اون مدرسه ما یک همکلاسی داشتیم که همسایه‌مون بودن و این دختر معلول بود، ویلچر میشست ولی معلول جسمی بود، خیلی معلول ذهنی نبود ولی درساش هم نمیشه گفت خیلی خوب بود. ولی خب اون میومد توی کلاسی که با ما میشستیم با ما بود، یعنی از کلاس اول تا کلاس پنجم این با ما بود دیگه. از اون به بعد ادامه تحصیل نداد و از یه تایمی به بعد دیگه حضور این توی سطح جامعه کمتر شد و مدام تو خونه بود. توی سن 24-5 سالگی این دوچار اصلا، حالا من نمیدونم بگم، نمیدونم چی بود، افسردگی میشه گفت، یا مثلا داد بلند میزد، یهو از خونه‌شون صدای دادای این میومد و اینا، که بعدم در سن 30 سالگی این طفلک فوت کرد و واقعا این خیلی اتفاق غم انگیزی بود دیگه. حالا مثلا می آوردنش بیرون، یهو حالا اون هیجانات سر باز میکرد، این روسریشو میخواست، در بعد اصرار داشتن که این دختر معلول روسری سرش کنه و من از این خیلی رنج میبردم. بعد که روسریشو در می آورد از سرش، نمیدونم داد و بیداد میکرد، اینو میبردنش دو مرتبه تو خونه و همین رفتارا باعث شد که حالا فکر کنم اون زمینه بیماری‌های روحی روانی درش اوج بگیره و این فرد فوت کرد متاسفانه و خیلی ناراحت کننده بود. حالا میگم این بخش عمده از رفتار با کودکان معلول برمیگرده به خانواده ها و اینکه مثلا کلا تمامی مردم جامعه. دقیقا بهش گفتم دیگه، بحث جامعه هست،
جامعه هم تربیتش از دو طرف شکل میگیره، سیستم آموزش یک کشور و سیستم خانوادگی. اگه خانواده اشتباه بکنه، آموزش کشور باید اینو حلش بکنه. خب ما داریم توی ایران یه جای خانواده‌ها کمک کردن، آموزش کشور اصلا این موضوع نداشته و خب سیستم جامعه به این شکل بوده که این فشارها وارد شده. و من بهتونم گفتم خود اون والدین دچار فشار روحی روانی هستن و همین انتقال به کودک پیدا میکنه و این ارتباطات باعث میشه که این مشکلاتی که شما گفتید پیش بیاد. من خودم تو حرفم پرداختم که این کودکان یه سنا چون داد زدن. چرا؟ چون حس درونیشو تخلیه کنه، اون ضعفشو میخواد با اون پرخاشگریش از بین ببره و خب قطعا این میشه که این مشکلات پیش میاد و دولت جمهوری اسلامی ایران هم قطعا نمیخواد کاری بکنه. اگر میخواست کاری بکنه 45 سال 46 سال از این موضوع گذشته و بهش میپرداخت و قطعا با توجه به این همه جانباز و معلول هم داشتیم با این حجم از تولید حساب تولد کودکان معلول که خدمتتون گفتم میتونست بهش بپردازه، ارگانی براش در نظر بگیره مثل تمام ارگان‌های دیگه که خودشون درست میکنن. سازمان حمایت از قاسم سلیمانی بود، برای قاسم سلیمانی یک سازمان درست کردن، بودجه بهش اختصاص دادن. آثار امام سازمان داره، بودجه داره. ببینید اینا همش مسائلی هست که اینا بخوان یک شبه یک جایی رو ایجاد میکنن، ولی خب نمیخوان انجام بدن، چون بهتون گفتم صدای خانواده به جایی نمیرسه و قدرت اینو هم ندارن که اعتراضی بکنن، برای همین بهش پرداخته نمیشه. بله متاسفانه. برای رئیسی توی کوها گفتن که آرامگاه درست میکنن. چی درست میکنن به قول شما؟ اگر جایی که بخوان. اگر اجازه بدین آقای پالوانه و اگه موافق هستین، حالا این یه من که میشه گفت جنبندی رسم، بحثم تموم شده تا اینجا. حالا ما در خدمتتون هستم. سوالی هست؟ سلامت باشین، لطف دارین. کامنت هایی که عزیزان مشارکت کردن و قرار دادن رو بخونیم. جناب آقای سلمان قربانی از همکارانمون نوشتن در یک خانواده معلول و ناتوانی را داشته باشد، ناخودآگاه خانواده به سمت توسل و دعا در نتیجه افزایش کار آخوندها افزایش می‌یابد. بله متاسفانه. جناب آقای فرجود تقی‌پور فکر می‌کنم به نظر من بحث فکر کردن نیست، مسئله اینه که نمیخوان و الا چه جور مغزشون میرسه برای هر چیزی که برای مردم دردسر درست میکنه کمیته تشکیل بدن با بودجه‌های نجومی مثل تبلیغ برای حجاب، اما برای علم و تحصیل فکرشون نمیرسه، حالا یا نمیپردازن چون فعلشون نذاشتن. همین چیز صحبتی که شما کردین آقای پالوانه. بعد سرکار خانم شیوا معظمی گفتن که بودجه فقط برای ساخت مسجد و امامزاده داره. کلا جمهوری اسلامی به نظر من هر جایی که بخواد بودجه داره که صرف کنه، ولی خب خانم فرزانه حسینی نوشتن که مردم ما دقیقاً مثل دولت رفتار میکنن. وقتی کشور خودمون واقعا نیاز به کمک دارن، کشور خودمون اولویتش کشور همسایه هست. فکر میکنم اینجا برمیگرده به اون که چرا مثلا ما کمپین حمایت از کودکان معلول کم داریم. یعنی در واقع چیز نمیشه، پروموت نمیشه این. اگرم هست، من فکر میکنم اگر صندوق‌های حمایتی از کودکان معلول هم باشه خیلی پروموت نمیشه که مثلا حالا تمامی مردم در دسترسشون قرار بگیره یا بدونن. اگرم باشه ببینید انقدر حجم معلول که بخواد از این موضوع استفاده بکنه زیاده که اونها یه بودجه‌ای دارن دیگه تا یه سقفی میتونن هزینه کنن، بیشتر از اون نمیتونن هزینه بکنن و اونها هم به مشکل میخورن. بله فکر میکنم سارینا، من نمیدونم پیج کی هست، نوشتن که شرایط کار برای معلولین اصلا مهیا نیست، بیشتر معلولین ذهنی دچار مشکل هستن. بعد کاملا به دنیا آوردن این چنین کودک سخته، نه فقط برای مادر بلکه بیشتر برای کودک، برای دو طرف. به هر حال من فکر می‌کنم فرزند معلول هم به دنیا بیاد، هم برای کودک هم برای مادر و نه تنها مادر که برای کلیت خانواده مشکلاتی رو در پی داره، سختی‌هایی رو داره، چون حالا اون کودک رنج میکشه از اینکه یه سری کارا نمیتونه انجام بده و اون مسئولیتایی که مضاعفی که به دوش مادر و اعضای خانواده میفته. خانم معظمی دوباره نمیشن فرزندی معلول با آینده‌ای در جامعه مریض. متاسفانه
حتی با توجه به تصویب کارفرما ابتدا منفعت مالی خودشان را در نظر میگیرند. با سقط جنین هم مخالفت میکنن. ازدواج کودک همسری یکی از بزرگترین دلایل میتونه باشه. خیلی سپاسگزاریم از همه همکاران که این همش مشارکت داشتن. به هر حال من واقعا قبول دارم صحبت‌های آقای پالوانه همیشه به دل میشینه، هم خیلی جوری سخنرانی شما همیشه آقای پالوانه هم خیلی میپردازید به همه جوانب، هم این که خیلی به دل میشینه دیگه. سپاسگزاریم ازتون. اگر موافق هستین که پایان جلسه رو اعلام کنیم. بله خواهش شما در خدمتتون هستم. سلامت باشین. بازم تشکر میکنیم از حضور شما، از اینکه همکاران عزیزمون در این جلسه شرکت داشتن و اینکه مشارکت کردن توی بحث ما و سپاسگزاریم از همه عزیزان. جلسه امروز کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در کانون دفاع از حقوق بشر رو به پایان میرسونیم. در ساعت 18:05 به وقت اروپای مرکزی امروز شنبه 30 ژانویه 2025 من نسرین جهانی گلشیخ مسئول جلسه به همراه مهمان جلسمون جناب آقای امیر پالوانه فعال حقوق بشر همچنین تشکر میکنیم از سرکار خانم پروین محمدی افقا منشی جلسمون. خیلی خوشحال بودیم در خدمت شما عزیزان بودیم. تا درودی دیگر بدرود. خدا نگهدار آقای. خدا